تهران که نه، از استان البرز، از خداوند برای همه عزیزانی که در جهت آگاهی مردم زحمت میکشن، طول و آرزوی طولانی با عزت رو دارن. آمین. من یه چیزی رو فکر میکنم، واقعا خواست خداوند، مقدرات خداوند رو هیچ احد و ناسی نمیتونه جلوش رو بگیره. این انقلابی که در ایران شد، درسته ما مردم ایران از نظر مادی در رفاه کامل بودیم، اما هیچ جور نمیشد شیعه رافضی رو شناخت، چون اونم داشت به قول معروف تخت گاز خودش رو میرفت و در تاریکی ها همه کارهای خودش رو میکرد. این انقلاب خاص خدا میدونم که ملت ایران باید بیدار میشدن. بله، باید هزینه داد برای آگاه شدن. 70 میلیون اسیر رو گرفتار شدیم، شاید به نون شب اون محتاجیم، اما چی رو پیدا کردیم تو اون کفه ترازو؟ الله رو، رسول خدا رو پیدا کردیم، موحد شدیم. خدایا شکر بد، اب نداره اگر شکممون خالیه، خدایا شکرت که لا اله الا الله محمد رسول الله تموم شد. اینو من تو هر کفه ترازویی بذارم، کره زمین و تمام کرات رو بگذاریم تو اون کفه ترازو، این سنگینی میکنه لا اله الا الله. اب نداره. خدا رو شکر میکنم. آقای انصاری، آقای سلیمانی، وقتی صدای گرم شما رو میشنوم، من قبلا با یه شماره ایرانسل تماس میگرفتم، سید محمد هستم، یک بارم تلفنی با خود آقای انصاری یه شماره تلفنی داده بودم، صحبت کردم. خدا رو شکر میکنم واقعا که همه اینا رو به جون میخریم. همین که موحد شدیم، خدا رو پیدا کردیم. به قول شعر آقای احمد شاملو، دوره الان شده که خدای را در پستوی خانه ها نهان باید کرد. الان یه همچین شکلی هم شده، چون به قول آقای قزوینی بگی یا الله، بگی فقط خدا، یه جور شعر که الان اصلا نمیدونم کجا به کجا رفتم. سپاسگزارم، دستتون رو روی ماهتون رو از راه دور میبوسن. آرزوی سلامتی دارم، ثابت قدم باشین انشالله. در این راه شبانه روز کوشش کنید که به خدا بهتون قول میدم، من خودم تو محیط کارم که خیلی وقت شروع کردم یا الله رو از دهان یا فلان و یا فلان رو از دهان خیلی ها انداختم و فقط گفتم یا از آن اللهه. الله است که یا رو میتواند تغییر دهد. بس سپاسگزارم، ممنونم. اگر کسی از این هموطنای ما به زبون فارسی زنگ میزنه، توهین میکنه، شما رو به خداوند قسم میدم ذره‌ای به دل نگیرید، ذره‌ای به دل نگیرید و ناراحت نشید، چون اگر غیر از این نباشه باید شک کرد. سپاس فراوان، درود الله، برکات الله برای همه شما عزیزان. خدا نگهدارت. خدا نگهدار شما. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و بزرگوار. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شما را هم در این راه ثابت قدم بداره و به ما هم توفیق بده که در این راه از ریا به دور باشیم، از اخلاص، از اون ایمان حقیقی بهره مند بشیم. الله سبحانه و تعالی شما و همه موحدین رو حفظ بکنه و از اینکه گاهی اوقات تماس میگیرن، توهین میکنن، ما ناراحت نمیشیم. در عربی مثلی هست میگن که الصراخ به قدر الالم، یعنی این داد و فریاد به اندازه دردی است که به انسان میرسه. اینها اگر امروز داد و بیداد را انداختن، اینها اگر امروز دارن ما رو تهدید میکنن، اگر امروز اینها ما رو شکنجه میکنن، زندان میکنن، ترور میکنن، اینها به خاطر این دردی است که به اینها رسیده. این به خاطر این رنجی است که الله سبحانه و تعالی اینها رو در اون مبتلا کرده. اینها دارن بازارشون رو از دست میدن، اون بازاری که سالهای سال پر رونق بود، سالهای سال مردم رو فریب دادن، سالهای سال از احساسات پاک شیعیان سوء استفاده کردن به نام محبت اهل بیت، به نام دوستی اهل بیت، به نام تشیع مردم رو فریب دادن. امروز که الحمدلله به وسیله این شبکه‌های توحیدی به فضل الله سبحانه و تعالی ما کاری نیستیم. من بارها گفتم به دوستانم، به همکارانم در این شبکه که بهتر از ما
انسان‌هایی هستند که امروز شاید علمشون از ما بیشتر باشه، مراتب، مدارک عالی هم داشته باشن، اما امروز در گوشه خونه نشستن و الله سبحانه و تعالی منبری رو برای یک دقیقه هم برای اونها میسر نکرده که بیان در راه دین کار بکنن. و اینکه الله سبحانه و تعالی امروز از من، از جناب سلیمانی، از جناب دکتر عمرا، از مولانا مجیب الرحمن انصاری، از مولانا دهقان و از عزیزانمون در این شبکه داره در راه دین استفاده میکنه. ما اگر 24 ساعت شبانه روز با هر نفس خودمون شکر الله سبحانه و تعالی رو ادا بکنیم، هنوزم نتونستیم آنطوری که باید شاید از این نعمتی که الله سبحانه و تعالی به ما داده قدردانی بکنیم. این همونطوری که الله سبحانه و تعالی به شما لطف کرده و شما رو هدایت کرده به راه توحید و یکتاپرستی، همان گونه الله سبحانه و تعالی به ما لطف کرده و داره از ما در راه دینش استفاده میکنه. همه منت ها، همه شکرها، همه سپاس ها و همه ستایش ها خاص برای الله سبحانه و تعالی است. ما هیچ کاری